سلام به روی ماه تک تکتون. امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم تو این ویدیو 5 حرکت پایه برای همه، چه مبتدی چه حرفه‌ای رو آموزش بدم، مخصوصا برای کارمندها یا کسایی که بنا به مسائل شغلشون مجبورن ساعتها روی صندلی بشینن و تحرکشون خیلی کمه. اولین حرکت اسکات ساده است که برای تقویت عضلات جلوی ران و پشت ران خیلی مفیده. مطابق تصویر بار به نظر ارزشانه باز میکنین، دستها جلو صاف کشیده و خیلی آروم روی زانوها میشینید، جوری که زاویه زانو دقیقا 90 درجه بشه و همین پوزیشن رو خیلی آروم دوباره برمیگردید به حالت اول. این حرکت رو روزی 10 بار تکرار کنین کافیه. حرکت بعدی پلانک ساده است که نگم براتون چقدر برای عضلات شکم و کمر مفیده. مطابق تصویر روی زمین دراز میکشین، تنها جایی که با زمین اتصال داره ساق دستاتون و نوک انگشتان پاتونه. این حالت رو به صورت ثابت توی یک راستا بدن رو نگه میدارید به مدت 20 ثانیه. حرکت بعدی پوشاب یا همون شنا سوئدی خودمون هستش که برای تقویت عضلات دست و کمربند شونه‌ای خیلی مفیده. تنها نقطه اتصال با زمین کف دستها و نوک انگشتان پا هست. مطابق شکل روی زمین دراز میکشید توی یک راستا، بدن میره پایین و نزدیک زمین میشه و دوباره برمیگرده به پوزیشن اول. این حرکت رو میتونین 10 بار تکرار کنید. حرکت بعدی لانج جلو هست که مطابق تصویر انجامش میدید که برای تقویت عضلات جلوی ران و همچنین عضلات باسن خیلی مفیده. این حرکت رو میتونید 10 بار در روز تکرار کنید. و در نهایت پرش جک که میتونید 20 تکرار در روز انجامش بدید. بچه پرش جک همون پروانه خودمونه. نگم براتون از این تمرین که چقدر انرژی فوق‌العاده‌ای تولید میکنه. با هر پرشی هورمون آدرنالین ترشح میشه که هورمون آدرنالین هورمون شادی و نشاط و افزایش انرژی هستش. بچه‌ها تا یادم نرفته قبل از هر جلسه تمرین 30 ثانیه بدنتون رو با راه رفتن و دوی نرم و آروم گرم کنید و بعد از هر جلسه تمرین 30 ثانیه حرکت‌های کششی برای کمربند شونه و کمر انجام بدید. ضمن اینکه همه حرکات رو کنترل شده و بدون عجله انجام بدید تا از آسیب جلوگیری بشه. ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید و در اینستاگرام دنبال کنید. ممنون از همتون.